Melt a few slices of processed cheese in the pan with melted butter. همین اولش هم حس میکنم قراره سم درست کنم. ولی خب بریم جلو. What is that? Put sugar in the jar. Add yeast. Pour the water into the jar. یکم شکر، یه مخمر تاریخ گذشته و آب ولرم. 20 دقیقه میذاریم بمونه ببینیم معجزه میشه یا نه. Add salt. Add flour. Mix with a whisk. Pour the dough into the pan. نمک اضافه میکنیم، آرد میریزیم، با همزن دستی قاطی میکنیم، خمیر رو میریزیم که یه تابه. بعد میریزیمش توی یه کاسه. اصلا چرا از اول توی کاسه این کارو نکردیم؟ آرد الک میکنیم، خمیر رو ورز میدیم. رو خمیرم اینقدر خیسه، به خدا طبق دستور رفتم. بیخیال، یکم آرد اضافه میکنم. یکم دیگه آرد. باشه، این آخریه. Rise for an hour. است. میذاریم یه ساعت استراحت کنه، شاید زمان درستش کنه. Knead the dough on the table. خمیر رو میذاریم روی میز. نه، هنوزم فوق‌العاده چسبناکه. دارم آرد میریزم فقط که دیگه به دستام حمله نکنه. میذاریمش توی کیسه پخت. بفرما تو کیسه. خمیر رو برش میزنیم، در کیسه رو میبندیم. 30 دقیقه میره تو فر. راستش این خمیر همین الانش هم از نظر روحی ترک برداشته. بریدنش دیگه لازم نبود. ولی در کمال ناباوری یه نون خونگی عالی درست شد. واقعا چطوری این تیکه چروک بدبخت تبدیل شد به این خوشگل؟ تازه بوش هم عالیه و خیلی خوشمزه است.